معروف محمدزاده روز 26 ایول در نشست خبری نهاد زیرتابعش در خوجند گفت برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستانها از والدین مبلغ جمع آوردن درست نیست و آینده تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستانها با پول بودجه انجام داده می شود. او گفت در حقیقت سال گذشته در همین نشست مطبوعاتی این چیزا ذکر کرده بودیم که مبلغ 30 تومانی از پدر و مادر در مکتب ها برداشته میشه. در حقیقت این هست ما اینو پیگیری میکنیم تا آخرش میبریم. سال 2018 برای ساحه معارف تعمیر و ساختمان ما مبلغ زیاد هم پیش بینی کردیم. ولی در خوجند سال تحصیل گذشته تعمیر مکتب ها باز هم با مبلغ جمع آورده از پدر و مادران خوانندگان جریان گرفت، در حالی که وزارت معارف و علم تاجیکستان جمع آوری پول از حساب والدان برای تعمیر مکتب ها را رسما منع کرده، چون این عمل را غیر قانونی و نادرست مینامد. بهار امسال والدان کمبزاعت دادن پول برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب فرزندان خود را با نارضایی قبول کردند. مهیا حکیم و ساکن محله سیوم شهر خوجند است که با قرار جلسه مکتب برای تعمیر صنف فرزندش 70 سامانی داده است. بر علاوه او و دیگر والدین هر ماه برای مکتب فرزندشان 10 سامانی خیر میکنند. خانم حکیمова در صحبت با رادیوی آزادی روز 26 ایول گفت که این نوبت او به اجرای وعده مقامات امیدوار است. اگر همه آزادی کیا میکنند نخبر میکنند که حکومت شهری، حکومت ولایتی، من رئیسان همشون که به دروغ میگوشتند که با خیلی و قرار میبرند. خلق زنش بسته نمی. ولی برخی والدان دیگر میگویند برای بهتر کردن شرایط تحصیل فرزندانشان آنها آماده‌اند مبلغ سپارند. این گونه والدین سرمایه‌دار که شمارهشان چندان زیاد نیست برای مکتب و کودکستان‌های فرزندان خود مبلغ‌ها داده در بعضی محل‌ها با پول شخصی خود مکتب و کودکستان‌ها ساختند و در اختیار حکومت گذاشتند. رئیس شهر خوجند همچنین گفت در سال تحصیل گذشته نیز برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان‌ها از بودجه مبلغی کافی جدا گردیده بود، ولی آخر ماه دکبر سال 2017 بادی سرد به مکتب و کودکستان‌ها شکست و ضررهای زیاد رسانید و قسم عمده مبلغ بودجه برای برطرف کردن آن مصرف گردید. به سبب کمبود مبلغ برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب‌ها از والدین خوانندگان 50 تا 100 سامانی مبلغ جمع آوری گردید. بنا به آمار رسمی حدود 85% بودجه شهر خوجند که قسمی درآمد آن در نیم ساله اول سال روان حدود 185 میلیون سامانی است و بخش معارف و طب مصرف می شود. تقریبا نصف مبلغ بودجه به ساحه معارف از جمله برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان‌ها اختصاص داده می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.